فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگه ما سوال کردن تقریبا مشابه سوال قبلی است. مخفف اسمشان میم از مشهد هستند. میگوین خداوند برای ما هم فرزند نداده، آیا در آخرت ثواب داره؟ این تمام کارهایی که الله متعال در دنیا انجام میدهد بر اساس یک حکمتی هست و الله متعال یک از صفاتش حکیم هست، به این معنی که شخص حکیم کارهای بدون حکمت و کارهای بدون فایده رو انجام نمیده. تمام اتفاقاتی که برای ما میفته گرچه از نظر ظاهری ما نتوانیم که حکمت اون رو درک بکنیم، اما مطمئن باشید که این یک نوع حکمت و فلسفی رو دارد و هر گونه در واقع کدورتی که در زندگی دنیا برای یک انسانی به وجود میاد و هر غم و اندوهی که در دنیا به وجود میاد، اهم از این که به خاطر مصیبتی باشه، به خاطر عدم دریافت یک نعمت باشه، تمام اینها در بارگاه الله متعال ان شاء الله ثواب دارند و خود صبر بر تقدیر، ایمان بر تقدیر الله متعال در واقع این خود یک ثواب جداگانه و یک فضیلت است. اون کسی که صبر بکنند بر تقدیر الله متعال قطعا این ثواب را دارند. همون گونه که من قبلا هم اشاره کردم، هر گونه کدورت و رنجی که در دنیا بر مسلمان میاد، هر غم و اندوهی، در مقابل این در روز قیامت الله متعال ان شاء الله انسان رو بی ثواب نخواهد گذاشت. حدیث حضرت عبدالله ابن عمر هست که عجیب امر المؤمن، امر مؤمن بسیار عجیب هست، همهش برایش خیر هست. اگر در سراء باشه یا در ضراء باشه، اگر سختی برسد در واقع صبر میکند، اگر نعمت برسد شکر میکند، همه اینها برای مؤمن خیر است. ایشون صبر بکنند، ایمان به تقدیر داشته باشند، امید ثواب داشته باشند، قطعا در روز قیامت مصاب خواهند. Mm-hmm.